سلام به رفقای کافه فیلمی، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امروز تو این ویدیو اومدم بهترین سریال های دهه 60 رو بهتون معرفی کنم. سریال هایی که با اینکه 30 تا 40 سال از زمان پخششون میگذره اما هنوز هم ارزش دیدن دارن و تاریخ انقضا ندارن. سابسکرایب و لایک فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. شماره 1 سریال افسانه سلطان شعبان. اولین لیست خودمون رو با یکی از بهترین و نوستالژیک ترین سریال های دهه 60 شروع می‌کنیم. سریال سلطان شعبان در سال 1362 به کارگردانی داریوش فرهنگ ساخته شده. به بازیگران این سریال میتونم به مهدی هاشمی، محمد موتی، گلاب آدینه، محمد علی کشاورز و علیرضا مجلل اشاره کرد. این سریال در سال 1363 از شبکه 1 سیما پخش شد و با استقبال خیلی خوبی از مردم مواجه شد. شماره 2 سریال قصه های مجید. یکی از پرطرفدارترین سریال های دهه 60 مطمئنا سریال قصه های مجید بوده. این سریال به کارگردانی و نویسندگی کیومرث پوراحمد در 15 قسمت در سال 1369 ساخته شده. این سریال به عقیده بسیاری از مردم از بهترین سریال هایی است که تاریخ سینمای ایران به خود دیده. به بازیگران این سریال میتونم به مهدی باقربیگی، پروین دخت یزدانیان، محمد علی میاندار، جمشید صدری و مرتضی حسینی اشاره کرد. داستان این سریال روایتگر لحظاتی از زندگی نوجوانی به نام مجید و مادر بزرگش بیبی است. در هر قسمت این سریال ما شاهد داستان‌های گوناگونی مثل زنگ انشا، اردو و غیره رو شاهد هستیم. این سریال در زمان خودش محبوبیت خیلی زیادی در میان کودکان و نوجوانان پیدا کرده بود. حتی کتاب قصه‌های مجید جایزه کتاب برگزیده سال 1364 رو برنده شد. در اصل نویسنده کتاب قصه‌های مجید آقای مرادی کرمانی داستان را در شهر کرمان روایت می‌کند، اما در سریال در شهر اصفهان روایت شده. شماره 3 سریال آینه عبرت. این سریال طی 3 سال متوالی بین سال 1367 تا 1370 در 50 قسمت پخش شد. کارگردان این سریال محسن شاه محمدی هستش و به بازیگران اصلی این سریال میتونم به روح الله منیدی، محمود دینی، جواد گلپایگانی و رضا بنفشه‌خواه اشاره کرد. داستان این سریال به مسائل و مشکلات مواد مخدر میپردازد. شماره 4 سریال بوعلی سینا. این سریال یکی دیگر از سریال‌های ماندگار دهه 60 بود که با کارگردانی کیهان گذر در سال 1364 از شبکه 2 سیما پخش شد. داستان این سریال روایتگر زندگی ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی است و به بازیگران اصلی این سریال میتونم به امین طارق، محمد اپری، فیروز بهجت محمدی، جمشید لایق و چنگیز وثوقی اشاره کرد. شماره 5 سریال سربه‌داران. یکی از بهترین سریال‌های تاریخی دهه 60 سریال سربه‌داران بوده. این سریال به کارگردانی محمد علی نجفی در سال 1362 در 21 قسمت ساخته شده. این سریال در 26 دی 1362 به نمایش درآمد و هر هفته دوشنبه‌ها بعد از اخبار 23 از شبکه 1 سیما پخش می‌شد. داستان این سریال بر اساس قیام سربه‌داران خراسان به رهبری شیخ حسن جوری علیه استیلای مغول بر ایران ساخته شده است. این سریال در زمان پخش بسیار پرطرفدار بود و محبوبیت خیلی زیادی داشت. حتی کارگردان این سریال در مورد این سریال گفت ما با ساخت سریال سربه‌داران برای اولین بار به مردم طراحی گریم، طراحی دکور و طراحی لباس را در سطح استاندارد به سینما نشان دادیم، چیزی که قبل از آن بسیار نازل و بی‌کیفیت انجام می‌شد. خب رفقا به پایان این ویدیو رسیدیم. این بود 5 تا از بهترین و خاطر انگیزترین سریال های دهه 60. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید ساب کنید و مشترک شوید، چون هر هفته ویدیو داریم.